درود، خوش اومدید به کانال پیمانه. آلبوم رند از فدایی منتشر شد و این روزا هممون داشتیم فکر می‌کردیم که تو این 7 روز گذشته چرا صدا از رپرها در نمیاد. یعنی حتی هیچ کس هم دیگه که انتظار داشتیم حرف بزنه حرفی نزد و آهنگی نخوند. حتی هیچ کس تو توییتر همیشه فعاله. ولی فدایی یه آلبوم ریلیز کرد و هزینه آلبومم گفت که هزینه بکنید اونجایی که باید. در واقع مثل آلبوم‌های قبلیش مجانی منتشر کرد. این روزا در واقع انتظار میره که رپر حرف بزنه، به خصوص بعد از اینکه مثلا یه عده‌ای داشتیم که خب بالاخره خودشونو فروختن و رفتن توی یه بازی که نباید میرفتن و از لیست کلا خط خوردن. انتظار میرفت که خب خیلی دیگه حرف بزنن، اما خب خیلی کم بود، حرفا کم بود یا کسی اختصاصا به این قضیه نپرداخت. اما فدایی با یه آلبوم اومد. به نظر می رسید که ترک‌ها یه جورایی از قبل آماده شده بودن و این وسط حالا یه بالا و پایینی انجام شده و یه ترکی اضافه شده یا ترکی حذف شده، ولی این آلبوم منتشر شد. یه کاور داره که فدایی داره در واقع با آتیش بازی میکنه، یه جورایی اون کلمات آتشین که از دهن فدایی میاد بیرون کاملا به تصویر کشیده شده. کاملا هم حس کاور اون احساسی که توی آلبوم جریان داره رو به ما منتقل میکنه. یه جامعه شناس سوئدی یه زمانی داشتم یه مستند نگاه میکردم، اسمش هم هرچی فکر کردم قبل اینکه برنامه رو ضبط کنیم خاطرم نیامد، اما یه زمانی صحبت میکرد در مورد هیپ هاپ جهانی، جریان موسیقی هیپ هاپ. میگفتش که ما اگر بخوایم اخبار روز جامعه رو بدونیم یا به روزنامه ها مراجعه میکنیم یا به آهنگای رپ مراجعه میکنیم. این توی جامعه ما هم مستثنا نیست، اما خب انگار هر کسی از دیدگاه خودش و از ساید فکری خودش به قضایا نگاه میکنه و راجع به قضایا قضاوت میکنه. حالا این وسط یه کسی هم مثلا مثل سورنا وسط این همه ماجرایی که مردم کف خیابونا داشتن عکس پروفایلش رو عوض کرد و با دوست دخترش داشتن همدیگه رو میبوسیدن یا هماغوش همدیگه بودن. حالا با اونش کاری نداریم. بعد یه استوری هم گذاشت که عملاً یه جناح فکری خاص و وصلش کرد به انگلیس و آمریکا و یه جورایی مزدور تصویرشون کرد. جناح فکری که امروز میبینیم که توی جامعه بدنه داره و خواسته داره و خواستگاه فکری داره، اما سورنا به راحتی براشون با یه دونه استوری اقدامی کرد که میشه پرونده سازی کرد. این از همون کارهایی بود که محسن نامجو هم چند وقت پیش انجام داد و وصل کرد به اسرائیل و آمریکا و انگار هر چیزی که از مغز خودشون فراتر باشه یا در جایگاه در اون ظرف فکری مغز خودشون نباشه رو میخوان برچسب بزنن و انگ بزنن، بچسبونن به این طرف و اون طرف. اما واقعیت جامعه چیز دیگه ایه. اون چیزی که میبینیم توی این 1 هفته 10 روز گذشته یه مملکتیه که مدام داره توش اتفاقای مختلف میفته و هر لحظه اگه از یه خبر رد بشی از دست در رفته و یه خبر دیگه اومده جلو. یاد بکنیم تو هفته گذشته درگذشت بهرام بیضایی و یه هنرمندی که به معنای واقعی هنرمند آگاه بود در تمام این سالها از خط مردمش جلوتر نزد و هرچی هم که حرف زد یا کاری کرد برای کشورش بود و برای وطنش بود. واقعا از دست دادیم این هنرمندو. اینجور وقتایی که آدم نگاه میکنه میبینه حتی مثلا یه کسی مثل سورنا که پارسال یه آلبومی داد به نظر من جز بهترین آلبومای رپ فارسی بود، امروز یه حرفایی میزنه که به نظر میرسه این حرفای به قول قدیمی ها میگن 100 من یه قاز، یعنی 100 منشو بدی یه قاز بهت نمیدن. اما خب پرونده سازی میکنه و جریانای اجتماعی رو با اینجور حرفا و با اون ظرف فکری کوچیک خودشون منحرف میکنن. اما فدایی اینجوری نیست. فدایی نسبت به تک تک وقایعی که تو جامعه افتاده همیشه زنگ خطرش روشن بوده. از سال 88 که ترک ایران رو داد که امروز توی این آلبوم هم میبینیم ترک ایران 2 رو داده، تا بعد از اون توی اون آلبومی که عدل بود و بعد از اون باز دوباره 401 هم همگام با جامعهش بود. حتی اون ترکایی هم که دادن ایران خدافظ که مربوط بود به احوال کورکور. تمام این ترکایی بودن که مستقیما به خطی که توی جامعهش وجود داره وصل بود و از هیچ کدوم اینها غافل نشد و همگام بود با مردم. این تفاوتیه که فدایی داره
به عنوان یه آرتیست با حالا یه کسی مثل سورنا که ممکنه یه آلبومی بده پرطمطراق، پر از پرودیوسرهای بزرگ، پر از آهنگسازی عجیب غریب، پر از شعر، پر از ادبیات، اما وقتی که سیم و اون خط فکری تو قیچی شده باشه از جامعه و توی اون آکواریوم کوچیک خودت باشی، فرقی نمیکنه که توی ایران باشی یا هر کجای دیگه. عملا حرفت و اون چیزی که از دهنت در میاد یه جایی به بعد دیگه هیچ ربطی به اجتماع نداره. اما فدایی رو میبینیم که توی فرانسه است، در اروپا زندگی میکنه، سالهای ساله، اما هنوز خط فکریش کاملا متصل به جامعه ایران و حرفی رو نمیزنه که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادن نباشه. آلبومیه که خیلی دور نیست از جریان‌هایی که قبلا فدایی داشته، از نوع خوانش فدایی، از نوع نگارش فدایی خیلی دور نیست. این آلبومی نیست که برای ما حرف تازه‌ای داشته باشه. منظورم از حرف تازه در فلوه، در تکنیکه. آلبومی نیست که خلاقیت خاصی توی رپ نوشتنش باشه. حتی اون پیچیدگی نوشتن‌های فدایی رو که ما قبل از این مثلا توی عدل می‌دیدیم، مثلا توی یه ترکی مثل جعبه جادویی یا نمیدونم می‌دیدیم، امروز توی این آلبوم خیلی کمتر می‌بینیم، یا حتی بهتر بگم که اصلا ما ندیدیم. اما آلبومی که همچنان متصله به بدنه جامعه‌اش، همون ترک ایران 2 کاملا متصله. جلوتر که میاد مثلا با یه ترک‌های دیگه، مثلا مادر هم ترکیه که کاملا حس و حال اون اجتماع میده، یه بعد شخصی تر داره، یه بعدی هم داره که حالا مام وطن و میهن رو خب بالاخره به تصویر میکشه. این خیلی متفاوته از اون برخوردی که اون هنرمندی که به قول معروف قطع از وطنش و میخواد که دنیا رو وطن خودش بدونه و درد هم وطن خودش رو فراموش میکنه که درد یک جای دیگه، مردم دیگه رو بگه یا حرفی رو بزنه که به طور واقعی توی جامعه خودش لمس نمیکنه. میگم همچنان چون مثال میزنم سورنا رو، چون آدم انتظار داره از این مدل آرتیستا که یه حرفایی رو بزنن، ولی بعد وقتی تو بزنگاه خودش میبینی که توهین میکنن قالب و اون شخصیت خودشون از اون چیزی که هستن، اصلا آدم جا میخوره، باورش نمیشه. فدایی توی این آلبوم یه کار دیگه هم که میکنه، طبق معمول از اون فضای گنگ خودش خارج نمیشه. مجدداً به این رپرهای حکومتی که بالاخره دستمزد رو گرفتن و رفتن توی بازی‌ها و اقدام کردن و خوندن و به قول معروف سفیدشویی کردن، به اونا هم باز دوباره میزنه، دونه دونه شونو اسم میاره، از چرسی تا دورچی همه رو میگه. این خیلی نکته مهمیه. کمتر باز دوباره یک کلامی تند و تیز به این قضیه پرداخته بود. اون لحظه که اون اتفاق افتاد خیلی ریاکشن‌های مختلفی نسبت بهش انجام شد، اما انگار کافی نبود. ما یک کلام تیز و برنده تر یا میخواستیم مثل فدایی که این کارو کردش. نکته مهمش همینه. و از نظر پرودیوسری و آهنگسازی هم مهدیار کار جدیدی نکرده. فضاسازی ها همچنان کلاسیکه، حالتی رو داره که قبلا داشته، مدرنش نکرده، خیلی شلوغش نکرده، به اندازه یک کلام اومده جلو، به اندازه اون حرفی که مهدیار میخواد بزنه اومده جلو. یه دونه فیت هم خب با شاپور داره، شاپور هم همون فضاسازی خودشو داره. هیچ کدوم از این دوتا رپر همچنان توی این آلبوم از نظر فلو خیلی کار خلاقی نکردن، اما آلبومی بود که مورد انتظار بود. این روزها نیاز بود که چنین آلبومی شنیده بشه. در مورد در واقع کروس کارها، من خودم شخصا انتظار داشتم که مثلا توی کارها یه کروسی رو در نظر بگیرن که حالا یکی از کارها حداقل یه کروسی داشته باشه که یه مقدار مثلا حالت شعار بتونه بشه، یه پتانسیل این شکلی داشته باشه. خب این اتفاق هم نیفتاد. من از همین بابت احساس کردم که شاید این یه مجموعه که از قبل آماده شده و حالا ریلیز شده. انگار که خشاب فدایی همیشه پره برای اینکه یه واقعی اجتماعی اگر رخ داد سریعا بتونه در کنار مردمش باشه. این چیزیه که خب خیلی باعث میشه که جای فدایی اگر توی ذهن ما اینجاست یهو بیاد اینجاها، بخاطر اینکه غافل نمیشه از اینکه من خط فکریم با این اتفاقی که داره تو جامعه ایران میفته شاید متفاوت باشه، پس بیام بهش کاری نداشته باشم، ندیدش بگیرم. نه، فدایی اینجوری نیست. اگر یه چیزی کف خیابون داره اتفاق میفته حتما نسبت بهش ریاکشن داره. اگر ببینه طرف مظلومه
حتما پشت اون قضیه در میاد و همیشه هم سعی میکنه که خیلی شلوغش نکنه توی مفاهیم فلسفی و مفاهیم امروزی که الان همه ماشاءالله رپرها میخوان که نشون بدن که مطالعه خیلی زیادی دارن، فلسفه میدونن، سوسیالیسم رو میدونن، مارکسیسم رو میدونن، لیبرالیسم رو میدونن. اصلا دیگه اینجوری نیست. فدایی اون کلامی رو میگه که یه کارگری که انگار کارگر مثلا یه مکانیکی هست توی سرش میگذره، اون کلامیو میگه که اون سفور شهرداری هم توی سرش میگذره و اون کلامیو میگه که منی هم که به قول معروف روزمره ممکنه برای شما ویدیو بگیرم یا اینکه توی کافه قهوه درست بکنم توی سر منم میگذره. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. لطفاً هایپ بکنین ویدیو رو با دکمه هایپ و لایک بزنین اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین. خب همونجور که همتون میدونین عملاً یوتیوب دیگه درآمد خاصی نمیده. من اگه این کارو میکنم، البته هنوز که اصلا مانیتایز نشده هیچ وقت این کانال، خیلی فاصله داره با مانیتایزی. اگه این کارو دارم میکنم بیشتر برای دل خودمه، دلم میخواد راجع به موزیکا صحبت بکنم. دمتون گرم. اگه کانال ساب بزنین، ویدیو رو تا آخر نگاه بکنین، منو به دوستاتون معرفی بکنین. این آلبومو دوست داشتم، لینکشو براتون توی دیسکریپشن میذارم و مرسی که نگاه کردین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.